با اشتراک مسئولین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت و هیئت اجرایی و تکنیکی تلویزیون دوشنبه در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور جلسه جنبسته تلویزیون دوشنبه در نیم سال اول سال 2025 برگزار گردید. ضمن برآمد مسئولین اظهار داشتند که مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه فعالیت خود را در اساس امر و فرمانها و دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، طلبات‌های کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تلویزیون و رادیو شنوانی، درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری درباره رکلام و قرارهای مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، قرارهای رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و دستور سپارش‌های مقامات شهرداری عملی می‌سازد. رهبریت تلویزیون اظهار داشتند که در دوره ثابتی 31 رولک تبلیغاتی چورابینی‌های عمومی و 70 لوحه درباره زیبایی‌های طبیعت در فصل زمستان و ایام بهاران، جشن بوستانی نوروز و آبادانی کوچه و خیابان‌های پایتخت، نمای شبانه بیناهای بلندآشانه ماموری و استقامتی تهیه و منظوری بینندگان گردیدند. مورد ذکر است که همه چورابینی‌های سطح بلند جمهوری و بین‌المللی که در پایتخت برگزار می‌گردند با استفاده از استودیوی سیاری مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه ثبت گردیده به کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود. از جمله در دام 3 ماه اول سال جاری با استفاده از استودیوی سیاری کلان 8 چورابینی و با استودیوی سیاری خرد 40 چورابینی ثبت کرده شدند. همزمان مسئولین ضمن حسابات خود قید نمودند که در دوره حساباتی اهل اجرای اداره برنامه‌های اطلاعاتی تلویزیون دوشنبه در موضوعهای مختلفی دارای اهمیت شهری برنامه اطلاعاتی وقت پیشکشی تماشابینان نمودند. از جمله 1042 گزارش، 465 نشر برنامه اطلاعاتی وقت، 310 نشر برنامه روسی وریمیا، 24 نشر جنبستی 7 روزی دوشنبه و 24 نشر جنبستی نیدیля в городе با زبان روسی پخش گردید. در مجموع 117 ساعت برنامه اصل و 347 ساعت برنامه تکرارن پیشنهاد بینندگان کرده شد. در دوام نیم سال یکم سال 2025 از جانب اداره برنامه‌های سیاسی و تحلیلی 82 برنامه، 2 فیلم و یک چند ویدیورولک تهیه و پیشکش بینندگان کرده شد. همچنین در این دوره از جانب فرهنگی و برنامه‌های موسیقی 152 برنامه، 12 فیلم مستند، 7 گزارش مفصل، 7 رولک و 7 لوحه آماده کرده شده است. همین طریق دوام نیم سال یکم سال 2025 در مجموع 234 برنامه مؤلفی، 465 نشر برنامه اطلاعاتی وقت، 310 نشر برنامه روسی وریمیا، 1042 گزارش، همچنین 14 فیلم مستند و 31 رولک تبلیغاتی دایر به مسائل مهم جامعه تهیه و منظوری بینندگان کرده شده است. مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه تصمیم دارد که من بعد نیز فعالیت خود را جهت انعکاس همه‌جانبه سیاست پیشرفته حکومت مملکت و دستور و سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با پیشنهاد برنامه‌های جوابگو به طلبات زمانی معاصر بهتر نماید.